بین رتبه اول گیلان در زراعت چوب کشور و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی ارتباطی وجود دارد؟ اخیراً رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان اعلام کرده گیلان رتبه اول تولید و زراعت چوب ایران را در اختیار دارد. این خبر به خودی خود میتواند خوشحال کننده باشد، اما وقتی به خاطر بیاوریم که استان گیلان سالیان دراز است که با جنگل‌های هیرکانی و زمین‌های کشاورزی‌اش شناخته می‌شود و در واقع به گیلانی که می‌شناسیم تبدیل شده، این دستاورد ادعایی جهاد کشاورزی گیلان میتواند نگرانی‌هایی را ایجاد کند. چرا؟ چون زراعت چوب و گسترده شدن هر روزه دامنه آن میتواند خطر تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی که در گیلان عموماً شالیزاری، چایکاری، زیتونکاری و کشت بادام است را افزایش دهد. بر اساس اعلام صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، در حال حاضر بیش از 48,000 هکتار زمین‌های گیلان برای زراعت چوب استفاده می‌شود. اینکه زمین‌های مورد اشاره قبلا برای برنجکاری استفاده می‌شد یا چای یا موارد دیگر مشخص نیست. گیلان در سال‌های اخیر یکی از قربانیان تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی برای ساخت و ساز بوده است. هرچند اکنون از شدت تغییر کاربری‌ها کم شده، اما برخی از فعالان محیط زیست میگویند یکی از اهداف نهالکاری و زراعت چوب برای برخی افراد در میان مدت گرفتن مجوز تغییر کاربری، ساخت و ساز یا همان ویلاسازی می باشد. این اعداد را مرور کنیم تا خطر گفته شده بیشتر احساس شود. از گیلانی که در اکثر مناطقش شالیکاری و باغداری وجود داشت، در حال حاضر تنها حدود 230,000 هکتار شالیزار فعال باقی مانده و 20,000 هکتار باغ چای، کمی بیشتر از 8,000 هکتار باغ زیتون در رودبار و حدود 3,000 هکتار زمین بادامکاری در آستانه و کیاشهر. در چنین شرایطی مسئولان کشاورزی استان باید خوشحال باشند که در حال تأمین چوب مورد نیاز چند کارخانه سلولوزی گیلان هستند.